بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز کمتر باشدم درباره فضیلت علم و آموزش صحبت میکنیم. البته علم را آموختنش برای هر یک مؤمن مسلمان ها فرض است. به سبب نیست که امر نخستین الله تعالی برای بندگانش این دعوت برخواندن بود و همه ما معلوم است که یکمین آیتی که نازل شده بود این آیت سوره علق، یعنی استعوذ بالله اقرأ بسم ربک الذی خلق. بخوان ای پیغمبر به نام پروردگارت آن که همه جهان را آفریده است، گفت الله تعالی. انا در اصل همین آیت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که طلب العلم فریضه کل علی مسلمین، یعنی علم را آموختن برای هر یک مؤمن مسلمان فرض است گفتند. اگر الله تعالی چی در قرآن کریم باشد، چی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، طالب علمان به صاحبان علم و معرفت به اجر و مکافات های بزرگ را وعده کرده است. یعنی الله تعالی در قرآن کریم می فرماید قل استعوذ بالله قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا برابر شده می توانند آنانی که می دانند و آنانی که نمی دانند؟ البته برابر شده نمی توانند، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در احادیث مبارکشان گفتند که فضیلت عالم نسبت عابد و مثل فرقی در شب محتاب از دیگر ستارهان چقدر فرق کند، عالم هم نسبت عابد همین قدر فرق میکنه گفتند. در دیگر آیت الله تعالی می فرماید استعوذ بالله یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی الله تعالی آنهایی را که ایمان آوردند و کسانی که از اهل علم می باشند با درجه های بلند ثواب و به مرتبه های رضوان بردارند. یعنی الله تعالی این جنده دو طایفه انسان ها را، یعنی ایمان آوردگان و صاحب علم معرفت شدگان را به درجه بلند برداشتن، حتی به درجه مرتبه فرشتگان برداشتن وعده کرده ایستاده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می فرمایند قال النبی صلی الله علیه و سلم من خرج فی طلب العلم و هو فی سبیل الله حتی یرجعه. یعنی کدام شخص برای طلب علم شده از خانهش برآمده رود تا برگشته آمدنش گویا که وی فی سبیل الله، گویا که در راه الله تعالی برآمده رفته باشد، گویا که وی در راه جهاد باشد گفتند. یعنی کدام کس به نیت طلب علم برآمده رود اگری ثواب جهاد گرفتگی، ثواب جهاد کردگی میگرفته است ان شاء الله. یعنی من یک صحابی بزرگ معاذ ابن جبل رضی الله عنه می فرمایند گفتند که علم را آموختنش عبادت، علم را تکرار کردنش یعنی مذاکره کردنش تسبیح، علم را جستجو کردنش جهاد، علم را تعلیم دادنش صدقات گفتند. این بینید علم چی آموختنش، چی تکرار کردنش، چی مذاکره کردنش، چی و تعلیم دادنش، چی و جستجو کردنش اجر مکافات بزرگ و مشرف میشدیم. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا فلا تکن خامسا تهلک. یعنی گفتند که شما اگر امکانیت داشته باشید حرکت کنید عالم شوید گفتند. اگر عالم شدن به امکانیت نداشته باشید طالب علم شوید گفتند. اگر طالب علم شدن به امکانیت نداشته باشید شما گفتن شنونده علم شوید گفتن. این بم اگر امکانیت نداشته باشید شما گفتن دوست داشته علم شوید یا دوست داشته عالم شوید گفتن. لیکن گفتن لا فلا تکن خامسا، لیکن پنجمش نشوید که شما هلاک میشوید گفتن. پنجم جاهل نشوید گفتن، پنجمش بی سواد نشوید گفتن. اینجا شاعران میگوید با دانایان دمی ارزد جهانی، نه ارزد صد سری نادان بنانی. تاکید کردن لازم است که همین چی علم دنیاوی باشد،
چه علم اخروی باشد، هر دوش هم علم الله تعالی. اگر ما هم علم دنیاوی هم علم اخروی هم مکمل از خود که گیریم مگیری، البته ما این دنیا میم آخرت هم آباد کردن میتونیم. الله تعالی خدا میامنه فرزندان میم نسل های نورسان میم صاحب علم معرفت شده، این دنیاشان آخرتشان آباد کرده گشتنشان نصیب روزشان گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.